سلام. بعد از دومینوی ضربات 1403 که مثل غلتک از روی نظام رد شده، خامنه‌ای میخواد از دهه زرج به عنوان فرصتی برای حال آوردن بسیجی‌های سیلی خورده استفاده کنه و با سیرک راهپیمایی 22 بهمن و یه سرو ساندیس یه تیزری از اقتدار تولید کنه. بنابراین آخوندهای حکومتی تو نمایش جمعه رو ردیف کرد که یه روزه‌ای برای گرم کردن این نمایش بخونن. بار دیگر در 22 بهمن افتخار بزرگی رو رقم خواهید زد. به نام امام با قدرت مقاومت خواهیم کرد. حضور در راهپیمایی روز 22 بهمن همراه با خانواده‌های گرامی این رو درخواست می‌کنیم که انشالله حضوری انبوه و چشمگیر باشد. مراسم راهپیمایی 22 بهمن در واقع یک همه پرسی هر ساله به شمار میره که مردم با حضور خود نظرشون رو نسبت به نظام و انقلاب اعلام میکنن و بیگانگان و دشمنان هم دقیقاً همین مراسم رو رصد میکنن تا ببینن مردم نسبت به انقلابشون چه وضعیتی دارن. اینکه مردم ایران چه وضعیتی نسبت به این حکومت دارن رو که قبلا نشون دادن. 88 96 98 401 آبدارچی. اگرم که شکی داری میتونی خودت بدون محافظ تو همون خیابونای قم چند صد متر بری بیای دستت میاد که احساس مردم نسبت به شما چجوریه. پس اینکه مردم کاری به این راهپیمایی‌های حکومتی ندارن که روشنه، ولی الان وضعیت نظام طوریه که حتی همون بسیجی‌های نونخور حکومت هم دیگه نمیتونن از این اوضاع دفاع کنند. آقای دولت محترم، من که این همه ادعام میشه میگم طرفدار نظام و حکومتم، شما باعث میشی امثال منم توی فضای مجازی نتونه حرف بزنه، نتونه از دولت از حکومت دفاع کنه. این دو قلم رو گرفتم 200,000 تومان. یه کارگر بدبخت بیچاره چجوری بیاد اینو تهیه کنه واسه زن و بچهش؟ یعنی یه روز کار کنه نهایت میتونه سیب زمینی پیازش رو تهیه کنه. این ظلم نیست؟ این بی‌عدالتی نیست؟ دیگه این که به دلار ربط نداره، اینو سر جالیز همین روستای ما هم میکارن. دیگه اینو که میتونی کنترل کنی، کیلویی 60-70 تومن شده. وضعیت اقتصادی مملکت با دلار بالای 80,000 تومان طوری وخیم شده که نه فقط قیمت سیب زمینی بلکه گرونی در همه عرصه ها کمر ملت رو خم کرده، طوری که در تمام تریبون های حکومتی هم آژیر نارضایتی مردم خواسته یا ناخواسته هی به صدا در میاد. امروز گرانی داره کمر مردم رو میشکنه. امروز اکثریت مردم در شرایط سخت معیشتی به سر میبرند. در این یک هفته‌ای که مجلس تعطیل بود بارها و بارها مردم از ما پرسیدند که چرا در دوره‌ای که کشور رئیس جمهور نداشت دلار 60,000 تومان بود اما امروز به بالای 80,000 تومان رسیده. وضعیت انفجاری جامعه اونقدر عیانه که هشدار نسبت به عواقب این وضعیت ترجیباً صحبت همه مقامات حکومتی شده که اگر ما نتوانیم به مسئله اقتصاد برسیم ممکنه بعداً مشکلاتی پیدا بشه که نتونیم مسئله فرهنگی برسیم، نتونیم مسئله امنیتی برسیم. اگر مسئله اقتصاد را حل نکردیم، مسئله زندگی مردم را حل نکردیم، بعد سبب بشه که نتونیم مشکلات فرهنگی را، مشکلات امنیتی حل نکنیم و حتی بعداً مشکلات بیشتر امنیتی برامون پیش بیاد. بله، مشکلات امنیتی پیش میاد. یعنی دلش برای مردم نسوخته بلکه دغدغش امنیت نظامه. همشون هم از همین میترسن که تقی به توقی بخوره که مردم به خیابون بریزن و بعد وا ویلا. اونجا هی دارن تو خارج میگن که ایران ضعیف شده، در بدترین حالت ما میتونیم ضربه بزنیم. آغاز کارم از تفرقه و اختلافی که میگه بین مردم بندازن، مردم اعتراض کنن بریزن تو خیابون، بعد اونا سوار این اعتراضات و این اختلافات ما بشن. یه تعداد اگر با حرف حقشون هم بیان تو خیابون یا اعتراض کنن، یه عده به دنبال اینن که از این حقها سوء استفاده کنند و مشکل و جامعه رو به هم بریزن. قابل قبول نیست وضعیتی که از نظر معیشت و گرانی در جامعه الان داره مردم فشار میاره. قابل قبول نیست؟ کی داره میگه قابل قبول نیست؟ اونی که مجلس بود میگه وضع خرابه، اونی که مثلا قضایی است میگه وضع خرابه، اینم که مجری است میگه قابل قبول نیست. یه جوری حرف میزنن که انگار اینا مثلا از مریخ همین الان فرود اومدن تو ایران. ظاهرا شما 46 سال اون بالا چنبره زدید
بابا داد یه ملتی رو در آوردید. ای مدیرای ما عوض نشن، آدم نشن، بفهمن درد مردم چیه. این مشکلات ما هست. اینا من نمیدونم شب راحت میتونن بخوابن، مردم اینجور دارن بدبختی در بدریم کشن. نمیدونم آقای پزشکیان بیل دست میگیره میره بنایی میکنه. ما بنا نمیخواستیم. دلار شده 84 تومن روش ماله بکش. باریکلا خیلی خوبه. سیب زمینی شده کیلویی 70 تومن. وارد ماله روش بکش. خیلی کار خیلی خوشگلیه. همون بشیم میگن به 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 رئیس جمهور مردمی. اصلا دخل و خرج با هم جور در نمیاد. هیچی به هیچ. امروز من رفتم مای بیبی سایز 5 خریدم با از یک فروشگاه وسط قیمت مختلف. تولید 5 آذر 240,000 تومان، تولید 12 آذر 265,000 تومان و تولید 4 دی 335,000 تومان. یعنی در کمتر از یک ماه هولوش 100,000 تومان افزایش قیمت. بله، وضعیت خراب معیشت مردم از یک مرزهایی رد شده که دیگه هیچ رقم قابل ماله‌کشی نیست. به خاطر همین دیگه هیچ کدوم از اون شعارهای کلیشه‌ای سالیان گذشته رو کسی تحویل نمیگیره. این که نزدیک قله ایم و اینا الان دیگه برای ملت جوک شده. ما نزدیک قله هستیم. ما چون نزدیک قله ایم، چون داریم فتح میکنیم قله رو، شیطان اینطور با تمام ظرفیتش به میدان آمده. بابا توفت و شرف نداشتد کدوم قله؟ بس کی میرسیم به این قله؟ ما پاهامون دیگه جون نداره. سیب زمینی شد کیلویی 60,000 تومان. کی میرسیم به قله بیشور؟ بدبختی که به سر ما اومده. نیم کیلو جگر، 1 کیلو تقریبا یه ذره بیشتر سیب، یه بسته ماست 700,000 تومان. 700,000 تومان پول رایج مملکت. واسه این شده اقتصاد این حرومزاده ها. بله، مشکل گرانی و معیشت مردم دیگه پدیده قابل پنهان کردنی نیست که همشون هم بهش اشاره میکنند، ولی درمانی براش ندارند. چرا درمان ندارند؟ چون پول مملکت به جای اینکه خرج رفاه مردم بشه داره خرج یه چیزای دیگه میشه که اصلا ربطی هم به منافع ملت نداره. برای همین 10 پایگاه در سراسر ایران هر کجایی که میتواند باشد مثل این شکل گرفته، بسیار بزرگتر از آن که بشود در قاب دوربین به تصویرش کشید. فقط این پایگاه محل نگهداری صدها تیر موشک کروز دریایی از بردهای 100 تا بیش از 1000 کیلومتر است. و این که دشمنان اشتباه نکنند که به خاطر اشتباهشون هم خودشون به دردسر بیفتند هم دیگران به دردسر بیفتند. اگر قرار باشه به دردسر بیفتند چه خواهد شد؟ به هر شکل همه این سیستم هایی که میبینید عمل خواهند کرد. البته این لاف و گزافا فقط به درد درست کردن همین کلیپ های تبلیغاتی میخوره، وگرنه روز روزش این همه موشک نه حزب الله رو نجات داد نه بشار اسد رو حفظ کرد. و از قضا همین شکست های منطقه‌ای نظام چیزیه که هنوز بسیجیان نتونستن هضمش کنند. آخه ما دیوانه شدیم وقتی که فهمیدیم که شبی که حلب آزاد شد 50% کل سازمان امنشون رو مرخصی داده بودن. گفتم برید خونه‌هاتون. تا این حد نفوذ. بالاخره فروپاشی انجام شد و ما بچه‌ها رو جمع کردیم اومدیم. اما حالا 2 روز تو خمس و لاذقیه دفاع کردیم، نشد دیگه. قرار شد بیایم. سخت‌ترین لحظات پاسداریم بود. لحظه‌ای که سوار هواپیما شده من 6 تا نیروی بسیجی داشتم. والله این بچه‌ها حتی تو هواپیما حالا ایلوشین بود دیگه، حالا بچه‌ها میدونن. نیومدن تو صندلی بشینن. ایلوشین اون انتهاش در رو که میبندن یه زاویه پیدا میکنه، این دره میاد بالا. رفتن اونجا. برای جمع و جور کردن این شکستم هر استدلالی که میکنن بیشتر گل به خودی میشه. روز 7 اکتبر باعث تغییرات جذری بنیادی در منطقه شد. پایان جنگ چه در لبنان چه در حزب الله به تبع میشه گفت که محور ایران به پیروزی ارزشمندی دست پیدا کرد، ولی خیلی پیروزی پرهزینه، یعنی پیروزی که درش سید حسن نباشه، پیروزی که منتج به هر حال از دست دادن سوریه، ولو به نظر من میاد که کاری نمیشد کرد. بله انصافا پیروزی پرهزینه بود. 1-2 تا دیگه از این پیروزی‌ها داشته باشن دیگه چیزی از نظام باقی نمیمونه. اگر پیروزیتون اینه دیگه چه اتفاقی باید میافتاد که بگید شکست خوردید؟ اولا میگم من افتخار نمیدونم که ما سوریه رو از دست دادیم، نه ضربه خوردیم. به قول این گفتش که باختیم بعدم باختیم، ضربه خوردیم، خیلی هم برامون سخت بود.
حالا یه یاروی دیگه که ظاهرا بهش گفتم باید هر طور شده بسیجا رو برای 22 بهمن سرپا کنی، این یکیه که یه جوری دیگه میخواد شکست سوریه رو ماله کشی کنه. اگر گاهی وقتا گفته میشه که آقا ما توی سوریه شکست خوردیم، نه ما تو سوریه شکست نخوردیم، مقاومت در سوریه شکست نخورده. جریانی که در اونجا میخواست مقاومت پشت سر اون حرکت بکنه، اون جریان سستی بود. اون جریان سست نتوانست مقاومت بکنه، خود اون جریان از بین رفت، نه مقاومت. نه اساس مقاومت. سوریه هست و به زودی هم شما قله‌های بلند مقاومت رو در سوریه حس خواهید کرد. مطمئنی جبهتون شکست نخورد؟ ارسال سلاح به حزب الله هنوز جوره؟ توش خلالی ایجاد نشده؟ آسمون و زمین سوریه هنوز به شما بازه؟ چیزی رو اونجا نبسته بودن؟ بابا الان چمدوناتون رو هم دارن تو بیروت چک میکنن، نمیذارن یه اسکناس دلار ببری. برای همین در سخنرانی‌های گذشته رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن به توانایی جوانان سوری و صحنه‌هایی که به زودی از اونها خواهیم دید. اینم میخواد مثلا روغنداغش رو زیاد کنه، میخواد یک فکت اضافه کنه که مستند بشه. کدوم جوانان سوری؟ کدوم به زودی؟ نیروهای شما که آش و باجاش گذاشتن رفتن. و یک نیروهایی هم که تحت عنوان دفاع وطنی اگر اشتباه نکنم حضور داشتن در سوریه. الان وضعیت اونها به چه شکلی؟ به هر حال شکل گرفت با نظر حاج قاسم. 91 شکل گرفته بود تا 96 98. از این تاریخ به بعد ما شاهد ضعیف شدن این گروه ها هستیم. اصلا ذره ذره ضعیف شدن، یا بخشش در ارتش ادغام شدن، بخشش هم که از بین رفتن، چیزی ازشون نمود. الان چیزی به نام دفاع وطنی نیست. و یه کسی انتظار داشته باشه تو 24 ساعت الان همینا مسلح بشن، هم اسرائیل رو بیرون کنن، هم تانکاشو بزنن، هم اسرائیل برگرده سر همون مرز قبلی که داشته. خب اینا خیلی منطقی و عقلانی نیست. این قصه سریع اتفاق نخواهد افتاد. ببین سالیان ساله که یک تصوری از قدرت منطقه‌ای نظام ایجاد کرده بودن که ما هلال شیعی درست کردیم و امنیتمون رو داریم تو مرز 2000 کیلومتری تامین میکنیم. بعضی ممکنه سوال این مطرحه، ما اصلا چه کار داریم با کشورهای دیگر کنیم؟ این یک سوال جدی و شبهه جدی است. امروز در دنیا هیچ کشوری نمیتواند در داخل کشور خودش امنیت خودش رو حفظ بکنه، حتی آمریکا. ما امروز جنبندیمون همش این است که اگر ما بخوایم امنیت تهران رو حفظ بکنیم 2000 کیلومتر اون طرفتر باید امنیت رو حفظ بکنیم. امروز اگر ما مقاومت و جریان مقاومت نبود نمیتونیم نفت صادر کنیم، اصلا نمیتونیم اصلا یه خورده اقتصاد خودمون رو درست بکنیم. یه سوال بپرس. مثل اینکه این یارو توی غار بوده، هنوز از خواب زمستونی بیدار نشده. طرف حالیش نیست. الان 2000 کیلومتر کجا بود؟ حزب الله رفته، لبنان رفته، بشار اسد فلنگو بسته، عراق هم که همشین این پا و اون پاست. الان مرز همین بغل گوشتون بالای پارک شهره. آره توی این شرایط دیگه ادعاهای خامنه‌ای برای مقصر جلوه دادن استکبار جهانی هم کسی تحویل نمیگیره. امروز ما در مقابل استکبار قرار داریم که ملت ایران این جرأت رو داره که بگه که آمریکا دروغگوه، آمریکا مستکبره و مرگ بر آمریکا. البته در مورد نظر ملت ایران نسبت به دشمن این ملت بهتره بریم کف خیابون حرف ملت رو همونجا بشنویم که نظرشون رو اینطوری ابراز کردند. با توجه به صحبت‌های رهبر که میگفت آمریکا، بچه‌ها شعار میدن دروغ میگن آمریکا، دروغ میگن آمریکا. قابل توجه رهبر، دروغ میگن آمریکا، قابل توجه رهبر. دیروز میگفت دیگه دشمن ما آمریکا، دروغ میگن آمریکا. بله، هموطنانمون در هر فرصتی که بتونن نظرشون رو اونطوری که باید ابراز میکنند. یکی از این فرصت‌های پیش رو هم روز شنبه 8 فوریه یا 20 بهمن هست که هموطنانمون در خارج از کشور توی پاریس جمع میشن تا نظر ملت ایران رو نسبت به این رژیم ابراز کنند. ما مردم ایران با هر عقیده و مرامی باید در یک صف و رو در روی این دشمنان ایران زمین بایستیم. بیا با همین همبستگی رو کلید بزنیم.
امیدوارم در روز 8 فوریه در تظاهرات بزرگ ایرانیان آزادیخواه در پاریس از نزدیک ببینم و دستت رو به گرمی بفشارم. 8 فوریه تو شهر پاریس داره تظاهرات علیه جمهوری اسلامی برگزار میشه که توش همه سرنگونی طلبان و آزادی خواهان و مجاهدین خلق و بلوچ و احزاب کرد و همه شرکت دارن. منم دارم میرم تو شرکت کنم. دلیلش ساده است. من دنبال سرنگونی این حکومت هستم، هر چه زودتر به هر قیمت و خیلی جدی. اگه تو هم مثل من از اینکه نظام جمهوری اسلامی، این نظام کثیف دیکتاتوری جوونیت رو سوزوند، زندگیت رو سوزوند و تو رو از وطنت فراری داد، اگه تو هم با من هم نظری 8 فوریه به ما بپیوند در پاریس تا بتونیم این حجم از بیزاری و نفرتمون رو فریاد بزنیم. و از تمام ایرانیان آزادیخواه میخوام که به تظاهرات بزرگ در 8 فوریه شرکت کنند. با حضور خودتان این تظاهرات را با شکوتر کنیم و صدای آن زندانی سیاسی منتظر اعدام باشیم. 8 فوریه پاریس، به ما بپیوندید. یک صدا، یک ملت برای یک ایران آزاد. برای داشتن یک ایران آزاد و دموکرات همراه با یاران مقاومت 8 فوریه پاریس. از همینجا از همه ایرانیان میخوام که در کنار این شورا قرار بگیریم، در کنار این مقاومت مردمی قرار بگیریم و با صدای هرچه بلندتر به جهانیان نشون بدیم که یک آلترناتیو واقعی وجود داره که توانایی از بین بردن و کوبیدن این سر مار به سنگ رو داره. وعده ما 8 فوریه در پاریس. برای همه هموطنانی که در این اجتماع بزرگ شرکت می‌کنند آرزوی موفقیت می‌کنیم، چون خامنه‌ای میتونه تظاهرات 20 بهمن پاریس رو به اون دومینوی ضربات و شکست‌هایی که در سال 403 دریافت کرده